بخیر. ما امروز پا شدیم، باید بریم شهر بعدی. حالا وسایلمون رو جمع میکنیم. این وضع اتاقه، این هم اتاق بچه هاست، این هم صبحونمونه. اینا یه مخصوص داره، اینا یه مخصوص گذاشته بشه. درسته نه؟ این هم اسمال جم گرفتین اسمال جمو؟ اسمال جم قرار نبود بگیریم ولی خب توجیهمون کرد نه فقط یه ذره است. آرمین گفت نون ساده پلین برد بهمون بدین. بعد آقای اینو بهش داد و اینا. بعد میگه یه لحظه نگاه کردم دیدم صورتیه، گفتم که این که جم داره و اینا. بعد میگه گفت یس. بعد گفتم که خب پلین برد. بعد گفت اسمال جم. بعد حالا برام جالبه که گرفتم. نه یه ذره مرباست. این سفیدی ها چیه؟ نه انگار یه خامه توری داره. توضیح میدی؟ شما توضیح تو بده، من بعدا صحبت کنم. شبیه چیه؟ کثافت الان دیدم. زخمی هم واسه خوبی. Akarabattu? No problem. Akarabattu after Kalmune. So just all same way. Okay. No problem. So which number is Akarabattu? Here 76. 76. Do you know how much is the bus? I think per person 850 or something. I don't know. Maybe exactly. اینجا ایستگاه اتوبوساشونه، ترمینالشونه در واقع، که باید بریم سوار ماشین بشیم بریم شهر بعدی. ما سوار اتوبوس شدیم، بعد رفتیم عینه دیدیم سر راه. ممکنه فکر کنید من دارم آب نارگیل میخوام، ولی اشتباه میکنم. من فقط نقش هولدر میدونم. آب نارگیل بقیه رو نگه میدارم. میشه آب نارگیل منو پس بدی؟ متشکرم. اجازه بدیم. خب ما بالاخره رسیدیم به این شهر که دیگه نزدیک ساحله. یه 3 کیلومتر با ساحل فاصله داریم که دیگه احتمالاً توک توک میگیریم میریم. تا اینجا با اتوبوس اومدیم و واقعاً سخت بود. یعنی تفاوت قیمتش خیلی بود ولی به نظرمون رسید که نمیارزه. کاش یعنی همون پول تاکسی رو میدادیم و میومدیم. آره توکل بر بودا میریم اینجا چنج کنیم. اون یکی چی گفت؟ اوه ولم کن داره. خب پارسا هم که داره پول چنج میکنه یه چی دیگه اینجوری. اینجا این فضای بیرون چیزمونه، هتلمونه. ویو خوشگلی داره. تازه رسیدیم الان یه دوش گرفتیم، بعد گفتیم یه ذره آب میوه یه چیزی بخوریم و بعد بریم سمت ساحل. نمیدونم چقدر مشخصه. بچه ها رفتن طبقه بالا، منم برم ببینم چه خبر. خب ما اومدیم آماده شدیم داریم میریم. چی میگن اینا؟ آها آماده شدیم. اینا اومدن توک توک اومدن دنبالمون. میخوایم بریم الان اول الیفنت راک، بعد از الیفنت راک میخوایم بریم لاگون.
داره صعب العبور میشه. خب ما توک پیاده شدیم اومدیم الان بریم بالای این صخره. جان کو پارسا داره با راننده توک توکمون حرف میزنه که دیگه تور لیدرمون شده در واقع. این ور اقیانوسه، این ورم که اون صخره که صخره که میخوایم ازش بریم بالا. بعد حالا قرار بریم اون بالا ویو کل اینجا رو ببینیم دیگه. فکر کنم خیلی خوشگل باشه. افرا خانوم پارسا هم که با داداشمون رفیق شده و اینجا رسیدیم اونجایی که سرفینگ میکنن، خودشون هم تخته کرایه میدن. پس ما قراره از اینجا بریم بالا برسیم به اون بالای صخره. من خونده بودم نوشته بود یه 20 دقیقه پیاده است. حالا بریم ببینیم چجوری، ولی خیلی مسیر سختی قشنگ صخره اوناست. پارسا باید. آره خب آقا ما اومدیم اینجا سرفینگ، این تخته ها رو قراره کرایه کنیم. بعد آرمین هم داره اینجا چونه میزنه که معلم بگیره برامون. اونجا هم حالا نمیدونم میبینید یا نه یه سری از دوستای خوبمون هستن که دارن سرفینگ میکنن. تخته هاش هم خوشگلن. خیلی این تخت‌ها خوشگل. من همیشه تو زندگیم دوست داشتم سرفینگ یاد بگیرم. خیلی خوشحالم الان. من ببینم یاد میگیرم اصلا یا نه. Thank you. اینا رو باید بپوشیم. نمیدونم چرا. چیه؟ آها شاید this boat moving, sometimes slow, sometimes fast. Sometimes you want to speed. So you get inside 50, inside 50. That time not boat same balance. When I am saying stand up, look forward. One day. Yeah. Okay. That time you want to take body balance. After you moving in this slowly backward right, line up. So when you stand up the board, داریم از سرفینگ برمیگردیم. بعد یه دونه از این آب نارگیلا گرفتیم، دیدیم توش خوشمزه است. به آقای گفتیم که واسمون نصفش کنه اینجوری توشو در بیاره. بعد خیلی خوشمزه است اینا. من اصلا تا حالا این کارو نکردم. همیشه اون آب نارگیلا که میخوردیم بقیه‌اش رو میریختیم دور، ولی این واقعا خوشمزه است. بذار نشون بدم. خلاصه که امتحان کنید. اومدیم اینجا بهمون دقیقه نجات دادن. آقاهای مهربون قرار ما رو ببرن. اینا هم که قایقا، لاگون هم که ایشون هستن.
پیاده‌مون کردن بریم اقیانوس رو ببینیم و ببینیم چقدر خوشگله. چیزاش ماسه ها شیشه‌ایه، خیلی خوشگله. اینو بردارم برای خودم. اومدیم بالای این صخره ها، همین الان آقای یوسفمون کرد. اومدیم بالای این صخره ها، بعد خیلی قشنگه، یه ویو خوشگل. رانندمون گفتش که ایشون هستن. رانندمون گفتش که بیاید یه جایی بهتون معرفی کنم که غذاهاش خیلی خوبه و اینا، خیلی محلیه دیگه، معمولا توریستا نمیان. ما هم طبق تجربه‌ای که داشتیم کلا غذاهای یعنی جاهای محلی و جایی که توریستا نمیان کلا غذاهاش خیلی خوشمزه تره. حالا امیدوارم فقط گاسترونت بجنگه. آره قیمتش هم میگفت خیلی ارزونه. حالا نمیدونم بریم ببینیم چقدر فرق میکنه قیمتش با بقیه جاها. توکسیک بچه ها جلوتر بود، زنگ زدیم اونا برگردن. الان رسیدن. غذاهامونه شاید باورتون نشه. تو مگه نگفتی مرغ میخوام؟ مرغ اون یکیه. اشتباه خوردی. نه با اشتباه نه، من بهش گفتم. نمیخوای دیگه؟ دار بهمون یاد میده اینا چجوری بخوریم. like that? Dip it in the... Like this. You have any item like this. Oh, okay. Thank you. Come. توی این چیکن کاریه آمین داره توضیح میده من دیگه هفت بعد نوشه جام میکنی. نوشه جان کردی؟ چطور بود؟ عالی تند عالی. خیلی تنده. اینا اون فلافلای کسیشونه که خیلی خوشمزه. دقیقاً. این چیه وسطش؟ آها با چیکنه.